بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در درس قبلی ما همین قسمتی حدیث از جهت سقط از اسناد رو سر کرده بودیم، آغاز کرده بودیم و متاسفانه از سببی که وقت کم بود فقط حدیث مرسال رو من برای شما پیش کرده بودم و از سببی که تمام این 4 قسم احادیث به همدیگر رابطه دارند من کمی با شما خلاصه کرده یعنی درس قبلی رو یک خلاصه میکنم و بعدا انشاءالله به درس نو میگذاریم. من برای شما گفته بودم که ما حدیث رو نظر کرده استودیم از جهتی قبول و رد کردن حدیث یا قبول یا اینکه رد شدن حدیث و وقتی که حدیث رد می شود می تواند که از چندین اسباب از چندین سبب ها نقد شود. یعنی که حدیث وقتی که میگوییم که رد شده هست این معنای آن را ندارد که همین رد می شود و تمام یکم شرط صحت را اگر نداشته باشد تمام یک طرفش میزنیم. این گونه نیست. هر حدیث رو من برای شما فهمانده بودم تا جایی که حدیثی بافته شده نباشد، حتی در درجه صحت هم کمزورتر باشد، سست‌تر باشد، به هر حدیث حقش را داده می شود. خب چون که فقط در اینجا شک هست که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله انیق همین گونه گفته است یا نه. اگر انیق باشد پس آن حدیث را در موضوعهای بلندتر و جدیتر استفاده کرده می شود. اما اگر حدیث از جهت صحتش کمزورتر باشد، سست‌تر باشد، پس در موضوعهای یعنی سست‌تر یا اینکه سبکتر استفاده کرده می شوند، چنانکه که من در بخشی یعنی حدیثی ضعیف فهمونده بودم. پس وقتی که مردود میگویم همین قدر رو به خاطر بگیرید که رد نمی کنیم، فقط چی میکنیم؟ نقد میکنیم، یعنی جستجو میکنیم حدیث رو و نزدیکتر میبینیم که در اینجا کدام شرطش نمیرسد و از چی سبب نمیرسد و اگر نرسد آیا یگان سند دیگر هست که به همین متن قوت بدهد، تا اینکه از سبب تعدد طرق من برای شما فهمونده بودم از سبب زیاد شدن طریقه ها یعنی که سندهای یک متن آن حدیث قوت دار شود و از سبب همین چندین اسانید همون کمبودی که داشت پر شود یا اینکه حل شود. پس از جهت رد می شدگی، از جهت رد شدن ما در این قسمت هستیم که حدیثی که نقد می شود، جستجو می شود از سبب سقط از اسنادش یا از سندش و ما در این قسمتی سقط ظاهر هستیم. وقتی که ظاهرا ما در سند دیده می توانیم که یک شاگرد از یک استاد روایت می کند که آن استاد را هیچ وقت با آن ملاقات نکرده باشد یا نشنیده باشد. خب و این می تواند که المعلق باشد، المرسل، المعضل، المنقطع باشد. من برای شما یعنی آگاهی داده بودم که در اینجا مؤلف کتاب مرسل خفی را هم ذکر میکند در مابین همین 4 قسم. اول می آورد منقطع و مرسل، بعد المرسل الخفی را می آورد و بعدا معضل و معلق. اما چون که المرسل الخفی به این قسم اول دخل ندارد، به این قسمی از سقط الخفی دخل دارد، در اینجا میبینید المرسل الخفی. از این سبب است که من این را حالا نمیفهمونم، فقط همین 4 قسم را اول تمام میکنیم. در درس قبلی من این قسمی المرسل را فهمانده بودم و برای شما گفته بودم که حدیث مرسل از جهت اصطلاحی آن حدیثی را گفته می شود که از آخری سند کسی که بعد از تابعی باشد سقط می شود. در اینجا ناخواسته نوشته شده است ندیده است، این نادرست است. خب در آخری آن سند راوی پس از تابعی، یعنی که تابعی را من در اینجا شرح دادم شخصی که صحابه را دیده باشد نه اینکه ندیده است، یعنی که بعد از تابعی صحابی چی می شود؟ حذف می شود. از جهتی اصطلاحی من برای شما فهمونده بودم که حدیث مرسل آن حدیثی هست که در آنجا تابعی مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند و البته که تابعی خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ندیده است، نشنیده است. پس یک نامی ما میدانیم که انیق یک نامی صحابی را حذف کرده است. اما مشکلات در آن نیست که نامی صحابی حذف شده است، بلکه مشکلات در آن هست که در آنجا احتمال هست که آن تابعی یعنی امکان دارد میتوانسته باشد که از یک تابعی دیگر شنیده باشد حدیث را و آن تابعی از صحابی شنیده باشد. پس چون که این تابعی که میتواند که از آن شنیده باشد نامش معلوم نیست، نامعلوم هست و ما نمیتوانیم که جستجو کنیم صفتهای همین راوی را، از این سبب مرسل در این نوعی یعنی مردود داخل می شود و باید جستجو کرده شود، باید نقد کرده شود. و من برای شما فهمونده بودم که حکم مرسل چیست.
یعنی فقیهان و محدثین چی میکنن؟ اختلاف میکنن، در بینشون اختلاف هست. فقیهان قبول میکنن با شرایط، شرط امام ابو حنیفه، مالک و احمد رحمهم الله فرق میکند، یک شرط هست یا اینکه دو شرط گفته میتوانید، فرق نمیکند، همین یک شرط کلان هست که خود مرسل، یعنی که کسی که حدیث مرسل رو روایت میکند، تابعی که مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکند، باید با اعتماد باشد، باید ثقه باشد. اگر باید داشته باشد ثقه یعنی عادل و ضابط باشد، خودش با اعتماد باشد. و کسی که حذف میکند آن شخص هم باید با اعتماد باشد. اما امام شافعی 4 شرایط رو در اینجا یعنی میگذارد و محدثین این حدیث رو قبول نمیکنند. خب و اکنون میگذاریم به درس امروزه ما که در مورد حدیث معضل، منقطع و معلق می باشد. این یک تصویری هست که من برای شما آماده کردم برای یعنی دیدن سند و چطور از سند سقط می شود. پس این سند توسعی هست. من برای شما فهمانده بودم که توسعی چی معنا دارد، یعنی که سندی که در آن 9 نفر ذکر شده باشد. این یگانه سندی هست در صحیح بخاری که در بین امام بخاری و پیامبر صلی الله علیه و آله 9 نفر هست. خب عموما در بین امام بخاری و نبی صلی الله علیه و آله 4 نفر 5 نفر هست و حدیث های هست که بینشون 3 نفر هست. اما این حدیث خیلی دراز هست، من این رو برای آن انتخاب کردم که همه همین قسم ها رو در اینجا جای داده توانم. خب پس وقتی که از آخری سند تابعی مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که روایت میکند، البته این دو شخص تابعی نیستند، صحابی هستند، صحابیه هستند، اما من یعنی این نام ها رو همچون یک نمونه گذاشتم. مهمش همین است که عموما در اینجا چی می باشد؟ در اینجا صحابی می باشد و یعنی بعد از صحابی تابعی می باشد. البته این سند فرق می کند، یک صحابی از دیگه صحابیه شنیده است و بعداً به عروة بن زبیر که تابعی هست داده است. اما عموما چی می باشد؟ در اینجا صحابی می باشد و بعد از صحابی تابعی می باشد. خوب، پس وقتی که تابعی مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند، این را حدیث مرسل گفته می شود. و من برای شما آگاهی داده بودم، تنبیه کرده بودم که حدیث مرسل از این 4 اقسام آن حدیثی می باشد که در آن اختلاف هست و فقیهان حدیث مرسل را قبول می کنند. اما در 3 نوع دیگر هم محدثین و هم فقها زیاد و بیش، کم و بیش چی هستند؟ متفق هستند که آن حدیث رد شده هست و آن حدیث را رد کرده می شود. پس این 3 نوع دیگر چیست؟ حدیث معضل. معضل کدام حدیث رو گفته می شود؟ مختصرا وقتی که 2 یا بیشتر راویان سند حذف می شوند. پس در اینجا من برای شما همچون نمونه پیش کردم، وقتی که مثلا این 2 شخص حذف شوند، یعنی که اگر سلیمان مستقیما از عروه روایت کند، چی می شود؟ بین سلیمان و عروه 2 نفر می افتند، حذف می شوند. پس از این سبب این حدیث رو از سبب همین سندش چی گفته می شود؟ حدیثی معضل. خب نزدیکتر نظر میکنیم حدیث معضل از جهت لغوی اسم مفعول من اعضله بمعنى اعیاه، اسم مفعول هست، یعنی اعضل يعضل اعضالا فهو معضل و اعضل يعضل اعضالا فهو معضل. خب از باب افعال هست و معنایش چیست؟ خسته کردن، یعنی با خاصیت تعدیه می آید. خاصیت های فعل ها رو من انشالله سال آینده به شما میفهمانم. اما معضل یعنی چیزی آشفته کننده یا چیزی خسته کننده یا چیزی که سخت شده باشد، یعنی فهمیدنش خیلی چیست؟ مشکل هست، یعنی خیلی آشفته کننده هست. این از جهت لغوی هست. اما از جهت اصطلاحی مهمش از جهت اصطلاحی هست ما سقط من اسناده 2 فاكثر على التوالي، سندی که از آن 2 یا بیشتر راوی پای در پای حذف شده باشد. خب اینش مهم هست که پای در پای باشد. اگر از 2 نفر زیادتر باشد، 3 نفر باشد، این را هم معضل گفته می شود، فراموش نکنید. خب مهم همین است که پای در پای باشد. بعدا نظر میکنیم به مثال معضل از موطا امام مالک از کتاب الاستئذان. برای شما یک مثال آوردم. حدثنی مالک به من روایت کرد. کی میگوید این را راوی موطا امام مالک میگوید، یعنی شاگرد امام مالک میگوید که یحیی ابن یحیی اللیثی می باشد. خوب به هر حال امام یحیی میگوید که امام مالک به من روایت کرد انه بلغه ان ابا هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق.
که معنای این حدیث چیست؟ برای غلام یعنی خدمتگار خوراک و لباسش موافق معروف هست و او را بیشتر از توانش مجبور به کار نکنید. خب مهم متن حدیث نیست، مهم سند حدیث هست و مثالی معضل را فهمیدن. امام الحاکم چی میگوید؟ امام الحاکم یکی از علمای شافعی حدیث می باشد، یعنی که یکی از عالمانی برجسته حدیث می باشد، یکی از محدثین هست. همین وقتی که ما میگوییم محدثین قبول میکنند، محدثین میگویند، چندین علمای هست که خیلی در این فن پیش هستند و از عالمان قدیم می باشند. مثلا من برای شما زیادی وقت میگویم امام ابن حجر الاسقلانی، این هست یک محدث. امام حاکم، امام ابن الصلاح، امام رام هرمزی، مثلا امام سیوطی، امام نووی، امام عراقی، امام سخاوی، اینها چی هستند؟ علمای حدیث می باشند. بعضی ها از 3 صدی 4 صدی می باشند تا یعنی پایانتر تا 11 صدی می آیند، حتی تا امروز. خب پس امام حاکم یکی از عالمانی هست، یکی از اولین کتاب های مصطلح الحدیث را نوشته است. چی میگوید درباره این حدیثی که در موطا امام مالک هست؟ میگوید که این حدیث از امام مالک معضل هست و او آن را همین طور در موطا معضل آورده است. از چی سبب؟ از سببی که امام مالک میداند که چیست؟ اتباع تابعی هست، یعنی تبع تابعی هست. از دوران صحابه نیست، از دوران تابعین نیست، از دوران اتباع تابعین هست، کسانی که تابعین رو دیده باشد. خب یعنی سال تولدش 93، 13 سال بعد از امام ابو حنیفه تولد شدگی است. خب پس امام مالک ابو هریره رضی الله عنه رو ندیده است. بین امام مالک و ابو هریره رضی الله عنه 2 نفر هست. اصلا امام مالک این حدیث رو از یک نفر دیگر شنیده است و آن نفر این حدیث رو از ابو هریره شنیده است. پس در اینجا اصلا یک سند وجود دارد. اما امام مالک بعضی وقت در کتاب موطاش چی میکند؟ این گونه میگوید بلغنی، میگوید بلغنی، و اگر شاگردش نسبت بدهد میگوید بلغه، با او رسید. اگر خودش بگوید میگوید که بلغنی، به من رسید. بعضی وقت از سبب اختصار امام مالک چی میکند؟ یعنی پورا سند رو ذکر نمی کند و یعنی مستقیما از صحابی یا از پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر می کند حدیث رو. پس این رو چی گفته می شود؟ بلاغات موطا، یعنی حدیث هایی که بلاغاتی موطا می باشند. و در موطا به فکرم اگر درست بگویم 60 تا حدیث های بلاغات هست، یعنی حدیث هایی که در آن امام مالک بلغنی گفته باشد و حدیث رو یعنی قطع کرده باشد، یعنی که پورا حدیث رو ذکر نکرده باشد. پس در اینجا امام مالک با او کی گفت، این حدیث رو کی رساند، نگفته است، سندش رو نآورده است. پس از همین سبب اگر فقط همین سند باشد، اگر این حدیث فقط در همین جا ذکر شده باشد، این حدیث رو رد کرده می شود، چون که 2 نفر در اینجا چی شده است؟ در اینجا حذف شده است. اما در حقیقت حال آیا ما این حدیث را رد میکنیم؟ نه. از چی سبب؟ از دیگر سبب ها و از دیگر تفصیلات. از این سبب مثلا در اینجا فهمونم، از این سببی که یکی از عالمان مذهب مالکی که خود امام مالک میداند که یعنی چیست؟ امامی همین مذهب هست، ابن عبدالبر، امامی ابن عبدالبر مالکی سند همین حدیث رو پیدا کرده است. یعنی که امام مالک این حدیث رو از کی شنیده است و اون شخص از کی شنیده است که به ابو هریره میرسد، پیدا کرده است، جستجو کرده از دیگر کتاب ها، از دیگر مجالس امام مالک، از دیگر شاگردان امام مالک چی کرده است؟ اون سند رو پیدا کرده است که در همین جا امام مالک مثلا مختصر سخن کرده است، اما در اصل آیا در یگام مجلس دیگر آیا امام مالک به شاگردانش گفته بود که این حدیث رو به او کی رسانده است؟ چون که امام مالک دروغگو نیست. حدیث را البته که از کسی شنیده است که آن کس از یک کسی دیگر که آن کس از ابو هریره رضی الله عنه. پس بله ما پیدا میکنیم که امام مالک در یک جای دیگر به شاگردانش رسانده است که در اینجا کی را حذف کرده است. پس در حقیقت حال این حدیث به این حدیث سند وجود دارد. اما اگر سند وجود نمی داشت، پس این می بود حدیث معضل و این حدیث رو ما رد میکردیم. اما من برای شما فهموندم که از چی سبب ما این حدیث رو رد نمی کنیم. برای همین من برای شما میگویم که ما این نوع را حدیث های مردود وقتی که میگویم شما فریب نخورید که همین که حدیث معضل شد یا مرسل شد تمام یک طرف میشپیمش. این گونه باید حرکت کردن نشود. این گونه کسانی میکنن که نیمکاله یاد گرفتگیند.
وقتی که اگر شما نیم کالا یاد میگرفتین همین گونه میکردید و ما میبینیم که متاسفاً یعنی همین خیل کار میکنند مردم. نیم کالا یاد گرفتن که یعنی اقسام حدیث مردود اینها هستن. پس وقتی که قید میکنن که حدیث معضل هست یا مرسل هست یک طرفش میزنن. اما در اینجا کار سیاست نیست، تفصیلات هست. بعد از آن که قید کرده شود که حدیث مثلا در اینجا معضل هست، ما باید کمی جستجو کنیم آیا امام مالک در اینجا مختصر سخن کرده است، در اینجا مختصر نوشته است در کتاب موطاش، اما یگم شاگردی دیگر در یگم مجلسی درسی از امام مالک پرسیده است که همین حدیث را شما یعنی بلغنی گفته بودید به من رسید، آیا میتوانید که به من بیان کنید که از کی رسید؟ آیا این گونه یک مثالی داریم؟ بله داریم. و این نتیجه رو این معلومات رو به ما کی میدهد؟ یکی از عالمانی مذهب مالکی امام ابن عبدالبر رحمه الله. و یعنی امام ابن عبدالبر همون 60 تا بلاغاتی که در مواطا امام مالک هست، 60 تا هست یا 61 تا هست، همه آنها رو پیدا میکند. یعنی همه حدیث هایی که ظاهرا شکسته معلوم میشوند آنها رو پیدا میکند، بغیر از 4 تا حدیث. و 4 تا حدیث سندی متصل یعنی پیوسته پیدا نمی کند. اما بعد از امام ابن عبدالبر یک شخص به نام امام ابن الصلاح الشهرزوری می آید که برای آن 4 حدیث هم چی می کند؟ تحقیق پیش می برد و یک کتابی را تصنیف می کند. پس دیدین که آدم باید یک کتاب خوانده فیصله نکند، باید در یک مسئله به عمق یعنی به چقوری تحقیق پیش برد. اما یعنی برمیگردیم به مسئله اصلی و نقطه ابتدایی که اگر این گونه یک حدیثی باشد که بین یک راوی و دیگر راوی قطع باشد یا حذف شده باشد نامها، این را حدیث معضل گفته می شود. اگر همین یک تا سند باشد و یعنی حل این مسئله در جای دیگری نباشد، پس بله این حدیث را رد کرده می شود. امیدوارم که با پررگی این مسئله را فهمیدید. ادامه می دهیم با الحدیث المعلق، حدیث معلق. خب در اینجا از جهت لغویش امام یا اینکه شیخ محمود طحان رحمه الله خیلی زیاد نوشته است. شما زیاد پریشانی نکنید از سبب این معنای لغوی. معنای لغوی یعنی زیاد ننویسید و زیاد حفظ نکنید. معنای لغوی میتونید که یک کلمه حفظ کنید که لغتا این گونه معنا دارد، اما برای من مهمتر معنای اصطلاحی هست. خب پس این چیز اسم مفعول هست از علق الشيء بالشيء، أي أناطه وربطه به وجعله معلقا، وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله من الجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه. إن اسم مفعول فعل علق هست که معنای چیزی رو به چیزی پیوستن و بسته کردن رو دارد، یعنی آن رو آویزان کردن و به چیزی پیوست کردن. این سند رو معلق، آویزان، اگر فقط آویزان از یاد کنید از جهت لغوی همین کافی است. خب اما برای چی آویزان میگویم؟ کشال شده، از سببی که زیرا آن تنها از طرف بالا پیوسته است اما از طرف پایان قطع شده است که مانند چیزی می شود که به شیفت یا چیزی مانند آن آویزان هست. اما از جهت اصطلاحی ما حذف من مبدأ اسناده راو فاکثر على التوالی، سندی که در ابتدای آن یک یا چند راوی پای در پای حذف شده باشد. میتواند چند راوی باشد، میتواند یک راوی باشد. خب اصلا اگر یک تا راوی باشد معلق هست، اگر چند تا راوی باشد بعد چی می شود؟ معلق و معضل یک جایه می شود. این نقطه رو من برای شما میفهمانم. یک بار نظر کنیم به مثال معلق، بعد به جدولی به خریتایی که من ساختم با اون برمیگردیم. از صحیح بخاری باب ما یذکر فی الفخذ، باب درباره آن چی که درباره ران ذکر شده است. و قال ابو موسی، پس امام بخاری چی میکند؟ همین گونه عنوان یا ترجمه باب میگذارد و بعدا فورا میگوید و قال ابو موسی، یعنی ابو موسی اشعری، غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه، در اینجا باید یک تا باشد، حين دخل عثمان، پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگام وارد شدن عثمان زانوهای خود را پوشاند. در اینجا میبینیم که امام بخاری مستقیما از ابو موسی الاشعری روایت میکند که صحابی میباشد این شخص رضی الله عنه. اما ما میدانیم که امام بخاری سال 256 هجری از دنیا وفات کرده است، پس هیچ وقت با ابو موسی الاشعری یعنی ملاقات نکرده است. پس چون که از طرف خودش وقتی که از طرف امام بخاری نامها را حذف میکند، میپوشاند، یک تا باشد یا چند تا باشد، این مثال چند تا هست، پس چی میشود؟ این حدیث
حدیث معلق گفته می شود. اما این حدیث معضل هم شد چون که پای در پای دو تا هم حذف شد، دو تا یا بیش هم حذف شد، اما چون که در اول هست این رو معلق گفته می شود. پس این حدیث معلق هست، زیرا امام بخاری تمام سلسله راویان رو به جز صحابی که ابو موسی اشعری هست حذف کرده است. پیش از اون که به مثال بعدی گذاریم، من شما رو پس میبرم به همون خریطه. پس این هست سند. من این رو پیش برای شما قبلا یک کمی پیش کرده بودم، اما فهمیدیم که وقتی که در آخر یک شخص وقتی حذف می شود در آخری سند، این رو مرسل گفته می شود. اما وقتی که در آغاز سند کسی اگر حذف شود، این رو معلق گفته می شود. پس اگر امام بخاری مثلا فرض کنیم که اسماعیل چی باشد، فرض کنیم که این استادش باشد، اگر امام بخاری فرض کنیم که در اینجا امام بخاری خودش باشد، اگر امام بخاری مستقیما از برادر اسماعیل چی کند، روایت کند، این چی می شود؟ حدیثی معلق می شود. اما امام بخاری اگر تمام این اشخاص را اگر امام بخاری از اینجا اگر امام بخاری از اینجا گرفته تا مثلا تا آخر همه این اشخاص را حذف کند، خب همه اینها را حذف کند، امام بخاری مستقیما رود از صحابی یا صحابیه اگر روایت کند، این رو هم معلق گفته می شود. اما معلق و معضل یک جایه، چون که می دانید که معضل چیست؟ وقتی که دو یا بیش راویان سند حذف شود. اما اگر یک شخص را حذف کند در اول، فقط معلق گفته می شود. اما اگر یعنی بیشتر اشخاص را از اولی سند حذف کند، این رو معلق معضل گفته می شود. خب امیدوارم که شما فهمیدید. در آخر هم همین گونه، در آخر اگر یک شخص حذف شود، این رو مرسل گفته می شود. اگر فرض کنیم 3 اشخاص حذف شوند، این رو هم مرسلی معضل گفته می شود. یعنی که معضل می تواند که با مرسل یا معلق یک جایه شود. خب چون که شما می دانید که احتمالی هست که در اول یا اینکه آخر یک شخص حذف شود، یا 2 شخص و بیشتر در اول یا آخری سند حذف شود. اما اگر در مابین 2 شخص یا 3 شخص حذف شود، در مابین اگر باشد، این رو بعد مرسل یا معلق گفته نمی شود، فقط معضل گفته می شود. امیدوارم که خوب فهمیدید. و بغیر از این 3 تا هر جای دیگر اگر یعنی چی شود، یک راوی حذف شود یا از 2 جای یک راوی حذف شود، این رو منقطع گفته می شود. مثلا فرض کنیم که اگر این سلیمان اگر حذف شود از همین سند، این رو منقطع گفته می شود. اگر فرض کنیم فقط عروه، در اینجا عروه چی شود، حذف شود، این رو هم منقطع گفته می شود. اگر مثلا در اینجا ابن شهاب و از اینجا سلیمان حذف شود، چون که پای در پای نیست، این رو هم منقطع گفته می شود. امیدوارم که فهمیدید. و البته بین علما چیست؟ بین علما اختلاف هست به 2 قول. بعضی علما میگویند که تمامی انواع سقط رو منقطع گفته می شود و در زیر منقطع این 3 نوع می باشد. یعنی که منقطع خود عنوان همین نوع هست، یعنی عامتر هست، عمومی تر هست و همین 3 نوع رو شامل می کند. یعنی که تحت منقطع مرسل، معضل و معلق هست. این قول یکم هست. اما دوم قول این هست که نه، منقطع یک قسمی هست، یعنی در نزد همین 3 اقسام دیگر، یعنی جمعاً 4 اقسام هست. این هم یک قسمی علاهیده هست. یعنی در اینجا عام و خاص نیست، عموم و خاصتر نیست، در اینجا همشون یک نوعی خاص می باشند. وقتی که مرسل نباشد، وقتی که این انقطاع معضل نباشد یا معلق نباشد، از یکم جای دیگری سند اگر انقطاع شود، این رو منقطع گفته می شود. امیدوارم که فرقی که من به شما گفتم، 2 قولی که پیش کردم، این رو خوب فهمیدید. کدام شما پیروی میکنیم؟ عموما این وابسته با کتابی هست که شما از اون کتاب استفاده میکنید یا میخوانید. اگر کتابی محدثین متقدمین باشد، آنها زیادی وقت منقطع را یعنی همچون کلمه عام یا عمومی استفاده میکنن. یعنی مرسل را هم منقطع میگویند، بعضی وقت معلق را هم منقطع میگویند، یعنی که این را به معنای لغویش زیادی وقت استفاده میکنن. اما اگر نزدیکتر به وقتی ما بیاید، بعد علما منقطع را به همان معنای اصطلاحیش استفاده میکنن. خب اکنون ادامه میدهیم به الحديث المنقطع. از جهت لغوی هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. اتصال این اسم فاعل هست از کلمه انقطاع که معنایش قطع شدن هست و برعکسی پیوستگی می باشد. منقطع یعنی اکو آسان کرده گویم یعنی قطع شده. اصلا اسم فاعل هست
قطع کننده هست، اما این به معنای اسم مفعولش استفاده می شود که قطع شده. اینش اکنون بعد به معنای لغویش خیلی رابطه دارد. یعنی اصطلاحاً حدیث است که سند آن از یکی از جهت‌ها قطع شده است و پیوستگی کامل ندارد. و من یعنی برای شما فهموندم که بعضی علما این را همچون یک نوعی عام یا عمومی استفاده میکنن که ما تحت همین منقطع 3 انواع هست: معضل، مرسل و معلق. اما طبق فهمیش علمان معاصر و علمان متأخرین، آنها این را یک نوعی خاصی خود میدهند. مثال را نظر میکنیم آن حدیثی که ما رواه عبدالرزاق عن الثوری عن ابی اسحاق، باید ابی باشد، ابی اسحاق، عن زید بن یثیع عن حذیفة مرفوعا: ان ولیتموها ابا بکر فقوی امین. نظر کنیم به ترجمهش از امام عبدالرزاق روایت شده هست، یا امام عبدالرزاق روایت کرد از سفیان ثوری، از ابی اسحاق، از زید بن یثیع، عن حذیفه، از حذیفه رضی الله عنه، حدیث مرفوع. یعنی مرفوعا وقتی که گفتم می شود یعنی که حذیفه از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکنن که اگر او را یعنی خلیفه پس از رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر را انتخاب کنید، پس او قوی و با اعتماد هست. پس این در این حدیث این قسمت را نظر کنید، سند حدیث را نظر کنید، توجه دهید. در این سند یک راوی از مابین آن حذف شده است که این شریک می باشد. شریک از کجا حذف شده است؟ بین ثوری و ابو اسحاق قرار داشت. در اینجا اگر نظر کنید، در اینجا امام سفیان الثوری هست و در اینجا ابو اسحاق هست. پس در مابین آنها در اینجا یک شخص قرار دارد در اصل که نامش شریک می باشد. خب شریک یعنی که امام سفیان الثوری اصلا از شریک شنید و شریک از ابو اسحاق شنید. اما چی کرد؟ از سببی که از کدام سببی که باشد، یا اینکه سفیان الثوری یا شخص بعد از آن چی میکنن؟ شریک رو از اینجا حذف میکنن. یعنی نمیگوین که سفیان الثوری از شریک شنید و شریک از ابو اسحاق، همین خیلی میگوین سفیان از ابو اسحاق شنید. خب در این چندین سبب ها هست که این گونه بعضی وقت میکنن. بعضی سبب های درست هست و بعضی سبب های نادرست هست، اما مقصد ما حالا فهمیدن این نیست. پس شریک بین ثوری و ابو اسحاق قرار داشت، زیرا ثوری، امام ثوری این حدیث را به واسطه از ابو اسحاق نشنیده است، بلکه آن را از شریک شنیده و شریک آن را از ابو اسحاق روایت کرده است. پس این قطع سند نه مرسل هست، نه معلق هست و نه معضل هست. یعنی که به تعریف این 3 اقسام یعنی نمیخواند. پس ما این رو چی نام میگذاریم؟ چی نام میدهیم؟ منقطع. خب امیدوارم که خوب درک کرده باشید و فرق بین منقطع و مقطوع رو خوب بفهمید. مقطوع که می باشد این یکی از قسم‌های هست، قسم‌های حدیث هست از جهت انتهای سند. مرفوع، موقوف و مقطوع یعنی قول یا فعلی که به تابعی نسبت داده می شود. خبری مقطوع قول و فعلی که به تابعی نسبت داده می شود. یعنی که در اینجا اتصال و انقطاع یعنی پیوسته یا شکسته بودن سند در اینجا دخل ندارد. اما منقطع که هست، منقطع یک قسم حدیث هست از جهت اتصال سند یا از جهت سقط از اسناد. از جهت سقط از اسناد 4 اقسام هست چنانکه که میدانید. ما تحت نوعی سقط ظاهر، معلق، معضل، مرسل و منقطع. پس بین منقطع و مقطوع فرق کنید ان شاء الله. آنها را چی نکنید؟ الدرش نکنید. گرچند که من چطوری که پیش از درس فهمونده بودم که بعضی علما در کتابهایشون عادت داشتن که این دو نوع را، یعنی این دو نام را چی میکردن؟ چپنه استفاده میکردن، برعکس استفاده میکردن. یعنی که تعریف منقطع را به مقطوع میدادن و تعریف مقطوع را به منقطع. اما این بعضی چی است؟ بعضی علما هست و این علمان متقدمین عموما بودن، علمان قدیم، اما در خودی بحث یگان فرق نمی آورد. یعنی این فقط اختلاف لفظی هست. فرق نمی کند که یعنی اصلا اگر فکر کنید فرق نمی کند که حدیث منقطع را ما منقطع میگوییم به عربی یا فرض کنیم که همگی چی بگویند؟ شکسته شده به تاجیکی گویند. فرق نمی کند. نام و اصطلاح فرق نمی کند. مقصد چیست؟ مقصد ما یعنی احکام این احادیث هست. برای همین وقتی که بین علما در نامهای این اقسام حدیث وقتی که اختلاف می باشد آن یعنی اونقدر فرق کلانی نیست. صحیفه آخران این درباره حکم معلق، معضل و منقطع هست. حکم معلق، معضل و منقطع. نقطه اول همین است که حدیث معلق ضعیف هست، زیرا یکی از شرط های قبول را از دست داده است که آن پیوستگی سند می باشد. در اینجا راوی یا زیاده از یک راوی از سند حذف شدند
و ما از حالت آن راوی حذف شده آگاه نیستیم. معلق چنانی که میدانید این چنین حدیث معضل ضعیف هست و نسبت به حدیث مرسل و منقطع حالتی بدتر دارد، زیرا در آن شماره زیادی راوی حذف شده است. حکم ضعیف بودن معضل با اتفاق علما می باشد. و اخیراً حدیث منقطع ضعیف هست، زیرا یکی از شرط های قبول یعنی پیوستگی سند را ندارد و حالت راوی حذف شده نامعلوم هست. اگر برای هر سه این حدیث یک حکم بگوید که ضعیف هست و باید سنجیده شود، باید که یعنی ما چی کنیم؟ جستجو کنیم که آیا یکم سند دیگر بر این متن ها، بر این حدیث ها وجود دارد یا نه. اگر این گونه برای همه این نوع های حدیث گوید یعنی خطا نمیکنید. خب من برای شما یک کمی در اولی درس هم فهموندم که ما حدیث معلق و معضل و منقطع را یک طرف رد نمیکنیم، باید که سنجیده شود و باید جستجو کرده شود. مثلا یک حدیث اگر معلق باشد، وقتی که یک سند رو نظر میکنیم اگر قید کنیم که و به این نتیجه رسیم که معلق هست، یک طرف نمیگذاریم. باید که محدث، باید که مجتهد جستجو کند که آیا برای همین متن یکم سند دیگر وجود دارد که این مشکلات ما را حل کند. اگر باشد پس حدیث معلق نماند، رد کرده نمی شود. یعنی که شما بفهمید که برای یک حدیث ما با واسطه یک سند حکم هیچ وقت نمیدهیم. اگر چندین اسانید داشته باشد، باید همه سندهای همان متن را سنجیده شود، جستجو کرده شود، تحقیق کرده شود تا اینکه با واسطه همه اسانید یک متن برای همان حدیث باید حکم بدهیم. برای همین کسانی که یک حدیث را روان میکنن و یعنی تحقیقات سندی همان حدیث را پیش میکنن و میگویند که این حدیث ضعیف هست، پس ما باید این حکم را یا این متن را باید رد کنیم، این کاری کاملا نادرست هست. از سببی که میتواند که یک حدیث، یک متن، چونانی که میدانید یک متن میتواند که چندین اسانید داشته باشد و باید برای آن که تحقیقات پرره پیش برده شود، با یک مجتهد، یک عالم تمامی سندهای یک متن را جمع کند و تمامی یعنی تفصیلات یک متن را نظر کند تا اینکه به نتیجه درست برسد. و همین کار را فقیهان مذهب کردند که پیش از آن که به یک مسئله فقهی جواب بدهند، آنها چی میکردن؟ نه فقط سندهای یک حدیث را که درباره یک مسئله هست جمع میکردن و همه این سندها را در یک وقت نظر میکردن و تحقیق میکردن، بلکه دیگر منبعهای شریعت را هم نظر میکردن، آیات های قرآن را هم نظر میکردن، عمل های صحابه ها را هم نظر میکردن و تمام یعنی دلایل ها را در یک وقت درباره یک مسئله نظر میکردن. نه اینکه پیش اومده به یک حدیث نظر کرده حکم استخراج میکردن، چون که این طریقه درست نیست. پس ان شاء الله درس ما در همین جا به انتها میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.